چه میشد اگر جهانمان از همان ابتدا عشق را تنها قانون خود می‌دانست؟ اگر به جای ساختن سلاح مدرسه می‌ساختیم؟ اگر به جای دیوار پل درک می‌زدیم؟ اگر تمام ثروت این زمین، نفت، طلا، دانش، انرژی، نه برای نابودی، بلکه برای آموزش کودکان، درمان بیماران، نجات طبیعت و ساخت شهرهایی سبز و زنده به اشتراک گذاشته میشد؟ اگر هر انسان فارغ از نژاد، مذهب، زبان یا جنسیت فقط به خاطر اینکه هست محترم شمرده میشد؟ اگر جانوران، درختان، رودخانه‌ها، کوه‌ها حق زیستن داشتند، نه چون ما اجازه دادیم، بلکه چون ما بخشی از آنها بودیم. در این جهان هیچ کودکی گرسنه نمی‌ماند. هیچ مادری از جنگ فرزندش را از دست نمی‌دهد. هیچ درختی بی دلیل سوخته نمی‌شود. و هر نفس، نفسی از آرامش، امنیت و احترام است. آیا این جهان فانتزی است؟ نه. این جهان یک انتخاب است. و انتخاب هنوز در دستان ماست. همین امروز با یک فکر مهربان، یک انتخاب مسئولانه و یک قلب باز تمدنی با شکوه بسازیم. نه بر پایه خاکستر، بلکه بر پایه عشق. دریچه. اگر محتوای کانال ما را دوست دارید، با لایک، سابسکرایب از ما حمایت کنید. خوشحال می‌شویم نظرات خود را زیر ویدیو با ما در میان بگذارید. سپاس از شما. و این داستان ادامه دارد.